با نام خدای یکتا سلام. من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کند که در هر گوشه دنیا باشید پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و هموطنان عزیزم که در داخل تهران هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. دوستان اگر تازه با کانال ما آشنا شدید لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و به آن ابونه شوید و زنگوله دائمی را فشار بدهید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما باشید. برنامه ویژه ما عبارت است افطاری، تراویح و نماز عید سعید فطر. تا آخر برنامه بیننده ما باشید. ما اول افطاری کردیم، بعد به شهر تولوز رفتیم، تراویح و نماز سعید عید فطر را در آنجا در یکی از مسجدهای این شهر برگزار کردیم که خداوند قبول کرده باشد. که شما تصویرش را در نوارهای خود دیدید. این هم مسجدی با نام باسا کامبوی شهر تولوز. با نام خدای یکتا سلام. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه که دوستان در هر کجای دنیا باشید پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. ما امروز خواستم که یک افطاری کنیم و به برادران خیرات کنیم. ما خاطر ان شاء الله شما با ما باشید. امروز افطاری تاجیکی در فرانسه با نام دارد عنوان این نوار. ان شاء الله که باز شما بیننده و در جریان خواهید بود. دوستان به کانال ما سر بزنید، با کانال حکیم پرو در یوتیوب سابسکرایب کنید، به کانال ما ابونه شوید و به دوستانتون بفرستید. حتما زیر ویدیو فکر، ملاحظه، درخواست، پیشنهاد و در آینده کدام شهرهای فرانسه یا اروپا را دل می‌خواهید حتما بنویسید. دیگه وقت ذاتی شما را دیگه نمیگیرم، شما را به خدای پاک فعلا میسپارم. با ما باشید، تصویرهای ما جریان دارند، نوارهای ما جریان دارند و ببینیم که امشب چیز آماده کردن ما می‌کنیم. فعلا خداحافظ، با ما باشید. دوستانی که ما آمادگی خدا دیدیم قریبی شامای چیم تا مدنی بچه ها. این هم یکی از سندهای تاجیکی ما در خارجه. ما هر جا که رفتیم با همون دسترخوان خود، با همون رسم و رسوم خود گفتی گپا که گپ خود ما زدیم، کاری خود ما کردیم. با نام خدا سلام دوباره دوستان عزیز. ما امروز افطاری داریم انشالله و چند روزی که مونده به عید سعید فطر و فرارسید عید سعید فطر برای همه شما دوستان تبریک میگم. و امروز انشالله ما برادران خواستیم خطی فامیلی ها و خطی آیلای خود میاین انشالله افطاری یک جای میگذرانیم و ما بریم در دو خانه امروز دسترخوان را دادیم چون بچه ها هم خطی فامیلی ها خود میاین. با ما باشید دوستان و اگر اجازه دادن انشالله فامیلی نواشون میگیریم، اگر که ندادن دیگه دسترخوان امروزه ماست یک خانه است و میریم دیگه خانه رو آرام میدیم. با ما باشید دوستان. دوستان عزیز دسترخوان آردی ما ادامه دارد و اینجا خانه دیگری ما وقتی بچه ها آمدن روش قابلاشون خطی یا سرنازون خطی بکنیم چی میشه. دوستان عزیز با ما باشید. ما امروز چون چی در بالا گفتیم افطاری داریم و خواستیم که چی میگیم فرهنگ تاجیکی خدا در خارجه برای مردمی مثلا خارجه نشان میدیم. اینجا چندین مردم بیاین از قبیل برادرای ترک و برادرای مثلا چچنی و ارمنی و افغانی و مراکشی و سودانی و دیگر. اگر اجازه دادن که مثلا نوارش رو بگیریم خوب، اگر که ندادن یا برادران چیزی گفتن هم میتونیم. اگر با ما باشید دوستان امروز ما سفره رو راستیم، سفره دانه و افطاری به خاطر ماه شریف رمضان. با ما باشید دوستان.
امروز دخترچه ما برای افطاری ساس کایس است، گفتی که آماده داره اوقاتی منتو و آشی پلاوی تاجیکی که منتظر مهمان ها هست امروز و انشالله که خدا کنه که چی خوب بزگره برادران روزه دارن. ماشاءالله مردم این مسجد در ترابه برآمده برادران. اینجا یک مسجد نو ساز کردن یک کجی شهر. امروز یک هفته شد افتتاح شدنش در ماه مبارک رویش کردن. ما برآمدیم این ترابه برادران. وقت شب ساعت 12 چند دقیقه شما باری را بینین از طرف بیرون از طرف شب ماشاءالله گفتی که پاک مسجد سوریمنی مسجد زمانوی بهترین کردگیان ماشاءالله مردم بیش خیلی نماز گزاران نماز خود خواندن و برآمدن از مسجد. یه ماه مبارک رمضان است، شب‌های آخر شد ماشاءالله در برکت این ماه مبارک این مسجد باز کردن ماشاءالله الحمدلله. خب بریم دیگه طرفا ببینیم با دیگه طرفا چیه. اگر اجازه بدن از طرف روز هم بیایم انشالله حالی سیام کم میکنیم چون نماز عیدم باید همینجا بخونیم انشالله که با اجازه گرفتیم با میایم انشالله نماز هم میخونیم. هم از طرف بیرونی صحنی مسجد برادران. این مسجد نو بوده همین ماه شریف رمضان دویش کردن. مسجد باس کامبو شهر تولوز فرانسه هم میرگور دومده دویش کرده. اینجا مثلا چند زال های مینوس یک زیغو یک خلاصی که همه چند طبقه اینجا یک دو سه طبقه بوده. در اینجا درس قرآن هم هست، درس آموزش زبان عربی و برادران نیمی مسجد از مردکا های نیمش از بانوان. مثلا بانوان هم تراویح آمدن مسجد بودن. خلاص گفت که همه در اینجا نماز می‌خونن همه. این برادران از طرف شو از زاویه بیرون از سطح بیرون مسجد نوی شهر تولوزی فرانسه با برادران هستیم. امروز ما هم افطاری کردیم یک جا، هم ماشاءالله نماز تراویح یک جا خواندیم در مسجد نو. مسجد هم برادر چون گفتم همین ماه شریف رمضان در افتتاح شدگی این هم در یک گوشه در یک کنار شهر تولوزی فرانسه. این هم ماسته که میبینید ماستی مترو های اگر وقت گذشت بخیر نگاه که با وقت امید سیامکای ما یک مترو نمیگذارم. خب دیگه با ما باشه دوستان. برنامه های ما جریان داره زود برمیگردیم انشالله. با نام خدا یاد خدا سلام. عید سعید فطر برای هر یک شما و به خاندان شما و تمام مسلمانان جهان تبریک عرض می‌دارم. خدا کند که یک عید پربرکت و پرصفایی داشته باشه. دوستان عزیز امروز برنامه ما برنامه ویژه است، برنامه عیدانه است، برنامه عید سعید فطر است و می‌خوایم بریم مسجد و اگر اجازه دادن از داخل مسجد و چند نواری و چند صحبت‌های داشته باشیم با هر شما. دوستان با کانال ما سر بزنید، در یوتیوب کانال ما رو سابسکرایب کنید و با کانال ما ابونه شوید و با دوستان خود بفرستید. دوستان عزیز گرچند که لایک و پدیلیت و مثلا کامنتاری برای شما ارزش ندارد، برای ما خیلی ارزش دارد. ما خودی لایک ها رو فراموش نکنید و ویدیوهای ما رو حمایت کنید. دیگه وقت زیادی شما رو نمیگیرم عزیزان. دیگه بریم ببینیم چی میشه. امروز برنامه با ما باشید و زود برمیگردیم. بازم یک بار دیگر عید سعید فطر بر تمام مسلمانان جهان تبریک عرض می‌دارم. با ما باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز عید همه ما مبارک باشه. این مسجدی که نماز خوانده شد. این مسجد نوی شهر تولوز. مسجد دوستان روز 18 اپریل همین ماه در ماه شریف رمضان هویش کردن. میدانی مسجد تقریبا 3,500 متر مربع های 3,500 متر کوادرات و 3 طبقه جای نمازگذاری داره.
یک طبقهش ای زنک ها های، دو طبقه گش ای مردک ها. این مردم مایده مایده برآمده ایستند و ماشاءالله تقریبا هزینه یا که ای بودجه که مثلا این ساخته شدگی تقریبا 4 میلیون یورو در بر میگیره. ای مسجد کلان شهر تولوز ای کلانتر 2 برابر، او 3000 آدم میبره، ای 6500 نمازگزار میبره. میریم دیگه طرفای مسجد چون نوای داخل دقیقه نماندن سیام که کردن گفتن اجازه نیست، حالی مسجد نوای با خاطر نگاه و دیگه که نمیفهمون راستی نماندن. مسجد زمانوی، مسجد حاضر زمان خوب استانداردها در درون قریب 12 تا کرسی زبان عربی و درس قرآن های، یک سپورزال های، خلاصی که تمام میشه اینجا دیده میشه. این هم تمام برادران، این هم گفتی گفت صحن مسجد از بیرون. دوستان میریم نگاه طرفش. راستی نماز اینجا وقت خواندن، این بیچاره که در بیرون میبینی ایو را درون نمونده ایستن رفتن به خاطر میگه جای نیست دیگه چی نشوه گفته. اونجا آدم بسیاره، 6500 آدم زیاد اومده امروز. ما خود این مردمی که میبینی همش اسپید نکردن نماز خوندن که مثلا وقت اینجا 7 15 7 نیم میخوندن نماز و خاطر اینجا برادر خیلی زیاد اومدن. این از طرف مسجد خیلی مسجد تازه تمیز، مسجد نو. ساختمانی هم 2018 آغاز شدگی بوده و امسال خلاص شد و فضل خدا و مورد استفاده داده شد. این هم از دیگه طرف مسجد بس و کامبوی شهر تولوز. این هم مترو های طرفش استانسه. این هم مسجد درآمدگاهی اصلیش. چند تا درآمدگاه دارن، این درآمدگاه اصلیش های و 3 تا که 4 تا علاوگی دارن. این هم مسجد شهر تولوز. این نفرهایی که میبینین چه ژیلتکای قبول دارن یا به حساب اخرانه ها یا که سکریتی های اینجا هم. سکریتی مسجد. این هم چی مترو های ستانس مترو. این هم رامان ببینید صحنه بیرون از پارکینگ شد. میریم از طرف درآمدگاه اصلی دیگه سمتی مسجد دیگه طرفش. این طرف هم دیگه سمتش دیگه درآمدگاهش. چنانچه گفتیم برادرها مسجد نوی کردگن در ماه شریف رمضان 18 اپریل. اینم دیگه طرفش. اینی بیچاره ها که این مردمی که میبینین اسپید نکردن یا که وقت چیشو نکرد نماز نتونستن بخونن دایره نکردن دیگه. ما هم دعا کردیم که خداوند همه مسلمان ها را هیچانه خوش خوب بگردانه و نمازهاش و بدرگاهاش طاعت های عبادتش قبول بگردانه. همه ما و شما را بازم دوستان عزیز با ما باشید. با برنامه ویژه ایدانه ما
ادامه دارد. با ما باشید دوستان، زود برمیگردیم. دوستان عزیز چنانچه گفتیم چند تا برآمدگاه داره. برآمدگاه طرفش از گفتی که دیگر در برآمدگاهش یک دانه، دو دانه، سه دانه درآمدگاه های کلان داشته است. یک تا طرف، یک تا پشت، یک تا این طرف، خلاص گپ سه دانه بوده. سه تا درآمدگاه کلانی چی داره؟ علا اصلیش از طرف است. عزیزان اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره افطار، تراویح و نماز عید سعید فطر در فرانسه. فکر و ملاحظه، درخواست، پیشنهاد زیر ویدیو با ما کامنت بسازید. اگر از این ویدیو خوشتان آمده باشد حتما کانال ما را سابسکرایب کنید، به کانال ما ابونه شوید و زنگوله دومی را برای همیشگی فشار بدهید. تا برنامه‌های بعدی شما را به خدای پاک و منان میسپارم. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.